باز هم سلام دیگر خدمت همه شما دوستان عزیز. خوش آمدید به یکی از ویدیوهای آموزشی دیگر ما از دیتابیس مدیریت صرافی برتر ساخت. در قسمت معاملات قرار داریم. در ویدیوی گذشته بخش صدور پارچه به طور کامل برای شما آموزش داده شد. میاییم در قسمت برنامه‌ریزی. دوستان عزیز، زمانی که شما از این دیتابیس استفاده کنین، استفاده از بخش مدیریت برنامه ها یک امتیاز است برای شما، به خاطر که شما از این بخش میتونین تمام برنامه های مربوط به شرکت خود را مدیریت کنید. زمانی که شما وارد از این بخش شدین، در اینجا شما میتونین برنامه های خود را ببینید و مدیریت کنید. خب دوستان عزیز، بخش مدیریت برنامه ها به اساس یوزر کار میکنه، یعنی هر یوزری که داخل دیتابیس شوه میتونه همون یوزر برنامه خود را در اینجا ببینه. خب فعلا ما از یوزر محمد جمعه تلاش وارد شدیم، پس برنامه هایی که مربوط به از یوزر باشه در اینجا برای ما نشان میده. تا هنوز ما کدام برنامه ثبت نکردیم، پس این صفحه خالی هست. خب از این قسمت شما میتونین که برنامه هایی که اگر همه رو انتخاب کنین همه رو برای شما نشان میده. اگر در انتظار اجرا باشه فقط برنامه هایی که اجرا نشده باشه رو برای شما نشان میده و گزینه بعدی برنامه هایی که انجام شده باشه رو برای شما نشان میده. و در پهلوی از که شما این گزینه رو انتخاب میکنین، شما میین تاریخ رو هم انتخاب میکنین که بعد مثال ما یک تاریخ در نظر میگیریم. بعدا برنامه هایی که در تاریخ ثبت شده باشه، چی انجام شده باشه یا در انتظار اجرا باشه یا همه باشه، و برای شما در اینجا نشان میده. و از قسمت شما میتونین که فیلترهایی در اینجا انجام دادین اونا را برطرف کنید. و در این قسمت هم تاریخ امروز برای شما نشان میده. خب میایم در قسمت افزودن جدید. چگونه ما میتوانیم که یک برنامه جدید بسازیم؟ در قدم نخست شما میاین عنوان برنامه خود را در اینجا وارد میکنین. خب فرض مثال ما عنوان یک برنامه را در نظر میگیریم، بررسی گزارشات مالی شرکت. خب در تفصیل می نویسیم که بررسی گزارشات مالی شرکت به صورت هفته‌وار. دوستان عزیز، شما میتونین که تفصیل و جزئیات عنوان برنامه خود را به صورت مکمل و با جزئیات بیشتر بنویسید. خب میایم در این قسمت تاریخ اجرا را ما انتخاب میکنیم. خب فرض مثال ما یک تاریخ در نظر میگیریم. خب بررسی هفته‌وار معمولا روزهای پنجشنبه صورت میگیره. خب ما میایم یک تاریخ انتخاب میکنیم. خب روز پنجشنبه باشه، تاریخ 17. خب بعدا این را ذخیره میکنیم. خب برنامه ما ذخیره شد. خب بعدا میایم در قسمت برنامه ریزی میبینیم که ما یک برنامه در اینجا داریم. خب البته خب این برنامه را در لیست نشان نمیده و زمانی نشان میده که تاریخ امروز، تاریخ ثبتی که ما کردیم خب امروز روز برسه. و برای بررسی خب ما میبینیم که آیا برنامه ما ثبت شده یا خیر. خب ما میایم همون تاریخ را انتخاب میکنیم. خب ماه دلو تاریخ 17. خب میبینیم که برنامه ما در اینجا ثبت شده. تاریخ اجرا خب در این تاریخ هست. عنوان برنامه رو در اینجا نوشته کرده و وضعیت در انتظار اجرا هست، یعنی تا هنوز انجام نشده و زمانی که تاریخ همین روز رسید شما این کار انجام بدین، بعدا بیاین ایره چک مارک کنید. خب بعد از اون دوباره میایم تاریخ 17 ما میبینیم و میبینیم که وضعیت در انتظار اجرا و انجام شده تغییر کرده، یعنی این کار ما انجام دادیم. خب دوستان عزیز، این بود از قسمت مدیریت برنامه ها. به این صورت شما میتونین که برنامه خود ثبت کنین و بعدا اونا رو انجام بدین و امید که کدام مشکل سوال در قسمت نداشته باشین و اگر سوال داشتین میتونین در زیر همین ویدیو کامنت کنین انشالله و مشکلات شما رسیدگی خواهد شد. و اگر شما جدیدن با کانال ما آشنایی پیدا کردین، پس دکمه سابسکرایب و فشار دهید و علامه زنگوله را نیز فعال کنید تا ویدیوهای بعدی ما و دسترس شما قرار بگیرد. وقتتان خوش. خدا نگهدارتان.